برای قلم‌های بزرگ این چاقوی رادیوز قدیمی خیلی خوبه، ولی برای اینا هم خوبه، مخصوصا برای کلاس. میتونه که پاسخگوی نیاز تعداد کسانی که میخوان در یک جلسه قلمشون تراشیده بشه هست. ملاحظه میفرمایید که یک نکته کاملا مهم ولی کمتر مورد صحبت رو الان بهش رسیدیم. این تاندوم قلم به ترتیبی است گاهی که وقتی میخوایم بتراشیم میدانش رو خالی میکنیم، جهت و سمت این الیاف به جای اینکه به سمت وقتی که این قسمت خالی شده رو روبروی صورت خودمون بگیریم به سمت چپ تمایل داره که در اون صورت یه مقداری ایجاد ریشه‌ای میکنه که وقت نوشتن ناصافی و ناهمواری ایجاد میکنه در کلمات. عکس این موضوع اگر اتفاق بیفته، این الیاف تمایلشون به سمت انسی باشه، زاویه سمت وحشی که دقت قلمگذاری و دنگ قلم رو میخواد ظاهر بکنه در گردش ها و کشیده ها، اون کم خواهد شد. یعنی شما قلمتون در این قسمتی که اندازه بگیرید مثلا 2 میلیمتره، در جای بروز دنگ نهایی قلم به جای 2 میلیمتر 1 میلیمتر کمتر در میاره. منظورم اینه که این قسمتی که الیاف به سمت جلو آمده خیلی اهمیت داره. قلم رو طوری باید تراشید که اگر احتمالاً این عیب رو هم داره، در چرخوندنش به نوعی که این تاندوم ها صاف در بیاد این رو اصلاح باید کرد. در حال حاضر این قلمی که ملاحظه می‌کنید یک کمی میلش به سمت وحشی حرکت تاندوم ها ملاحظه می‌کنید. بذاریم بریم چاقوی دیگه این قسمتش رو استفاده کنیم که مناسب تر هست.